سلام دوستان و همراهان، با شما هستیم با آموزش پروژه تایم فارمی که چطوری بتونین با ربات کار بکنین، اینکه چطوری بتونین بیشتر استخراج بکنین، کسب درآمد کنین و توکناتون رو افزایش بدین. اول از همه ما توی صفحه اصلی تلگرام هستیم. قبل از اینکه وارد ربات تلگرام بشید این نکته رو بهتون بگم که دقت بکنید. ممکنه دوستتون حالا لینکش رو برای شما فرستاده باشه، شما زیر مجموعه اون شخص شده باشین، یا اینکه حالا وارد ربات تایم فارم شده باشین. توجه بکنید که ربات تایم فارم دقیقاً به همین آیدی باشه. الان آیدی که اینجا می‌بینید نوشته تایم فارم کریپتو بات. اگه دقیقاً به این صورت نوشته، آیکونش این شکلیه و اسمش به این شکله، یعنی دقیقاً ربات همون رباتیه که اصلیه. درسته، شما ربات‌های زیادی داریم که از پروژه‌های برتر، مثلا پروژه‌ای که حالا کاربر زیادی دارن، کپی میکنن یا کلاهبرداری میکنن که بتونن در آینده کیف پول کاربرا رو خالی کنن یا کلا حالا یه جوری کاربرا رو سرشون کلاه بذارن. توجه بکنید که دقیقاً به همین صورت باشه و تعداد کاربرایی که اون بالا نوشته الان 13 میلیون و 708 هزار تا، این تعداد کاربری فعال ماهانه است. الان ربات پروژه تایم فارم بیش از 18 میلیون 19 میلیون کاربر فعال داره به صورت کلی تعداد کاربراشه و تعداد کاربر فعال ماهانش الان توی این 31 روز گذشته 30 روز گذشته حدود 13 میلیون و 700 هزار نفر بوده. ما اینجا با یه اسلش استارت، حالا شما میتونین استارت رو بزنین یا همون اسلش استارت ارسال بکنین، یه همچین صفحه براتون میاد، روی اوپن اپ میزنین تا پروژه براتون باز بشه. حالا من قبلا چون باز کردم و یکم پروژه رو پیش بردم، این صفحاتی که برای من میاد ممکنه یکم از اون چیزایی که حالا شما میبینید و براتون هست متفاوت باشه. زمانی که شما بالفرض حالا مثلا صبح از خواب بیدار میشین، به پروژه سر میزنید یا خیلی وقت سر نزدید، میایید پروژه رو باز میکنید، با همچین صفحه مواجه میشید. مینویسه ویلکام بک today reward، یعنی پاداش روزانه شما. الان من روز 4 میشه که به این ربات دارم هر روز سر میزنم و این امروز حدود 40,000 تا توکن این مقدار به من داده. من میتونم اینو کلیم بکنم و پاداشمو دریافت بکنم. شما از روز 5 به بعد 50,000 تا دریافت میکنید و اینجا شما با زدن گزینه کلیم میتونید اون میزانو دریافت بکنید. صفحه اصلی برای من حالا به این صورته. ممکنه برای شما ساعتتون یه طرح دیگه باشه که بهتون جلوتر توضیح میدم. اون بالا عکس پروفایلتونه که فعلا نمیتونید عوضش بکنید. اینم آیدی تونه، ممکنه اینجا برای شما یه آیدی دیگه باشه، اون بسته به اون آیدی که میذارید، یا که کلا چیزی نباشه. اگه آیدی نداشته باشین اینجا خالیه براتون. اینجا وسط صفحه ساعت منو نشون میده. ساعت من همونطوری که میبینید الان به این شکل هستش، اون بالا موجودی منه. ساعت من چرا به این صورت؟ به این صورتی که من اینو آپدیتش کردم، ارتقاش دادم. شما وقتی ساعتتون آپگرید کنید، ارتقا بدید، چهرهش عوض میشه، مقدار بیشتری واسهتون استخراج میکنه و سرعتش بیشتر میشه، مدت زمان بیشتری براتون فعالیت میکنه. الان این گزینه برای من نوشته کلیم 28800 تا ساعت من توی 4 ساعت 28800 به من میده. من روی کلیم میزنم و این مقدار توکن رو برداشت میکنم. این مقدار توکنی که برداشت کردم دقت کنید به این اضافه شد به موجودیم و دوباره استارت میزنم که شروع به کار بکنه. ساعت‌های اول تایم فارم، چند تا ساعتی که اول داره همشون 4 ساعتن. از کجا متوجه بشیم؟ الان دقت کنید اینجا میبینید این 4 ساعته داره ازش کم میشه و هر ثانیه دقت بکنید اینجا دو تا داره به موجودی من اضافه میکنه. چرا؟ چون ساعت من x2 به توان 2 و 2 برابر اضافه میکنه. اول یکی اضافه میکرد، الان دو تا داره اضافه میکنه و در آخر من اینو بعد اینکه 4 ساعت تموم شد میتونم برداشت بکنم و به این موجودی اضافه بشه. حالا چطور میتونم بیشتر استخراج بکنم، ساعتم قوی تر باشه، بهتر باشه؟ من میام و اون بالا روی آپگرید میزنم، گزینه‌اش آبی رنگه. شما وقتی روی آپگرید بزنین اینجا میتونید اینجا ساعت‌ها رو مشاهده بکنین. ساعت اول که همون ساعتی که شما دارید ضرب در یک کنار زدی، یعنی که هر ثانیه یه دونه بهتون میده و طی 4 ساعت کل موجودی که واسهتون در میاد میشه 14400 تا. ساعت بعدی ساعتی که الان من دارمش و در ثانیه 2 تا میده و کلا 4 ساعت فعالیت میکنه. ساعت بعدی همونطوری که میبینید الان پایینش نوشته آپگرید، یعنی من هزینه خرید این ساعت رو دارم. من میتونم با اون مقدار توکنی که جمع کردم، زمان گذاشتم جمع کردم، بیام ساعت جدید رو بگیرم. ساعت‌های قبلی دیگه نمیتونم بیام روش فعالش کنم. چرا؟ چون که وقتی ساعت بهتر دارم پس روی همون فعال میمونه و ساعت‌های بعدترم من نمیتونم تهیه بکنم. ما بهترین ساعتمون ساعتی که 8 ساعت فعالیت میکنه و در ثانیه 25 تا توکن میده. من اینو نمیتونم فعال کنم. چرا؟ چون که باید ساعت‌ها رو به ترتیب تهیه کنم. من الان میام و این ساعت‌ها آپگرید میکنم، میذارم روی آپگرید و اینجا 1,500,000 تا از توکنامو میدم. همونطوری که میبینید من برمیگردم و چهره ساعتم اینجا تغییر میکنه. این ساعتم طبیعیه، حالا ممکنه باگ بخوره، گاهی اوقات تکون نخوره، گاهی اوقات مثلا الان داره میچرخه چون داره فعالیت میکنه. و اینجا میگم شما سعی کنید برای اینکه بیشتر توکن استخراج بکنید، یکی از راهاش اینه که این ساعت‌ها رو به ترتیب تهیه بکنید تا برسید به ساعت آخر. و از اونجایی هم که این پروژه اواخر 2024 لیست میشه، شما مدت زمان زیادی دارین که بتونید توکن جمع بکنید. پس نگران اینکه این توکناتون کم میشه، شما 5 میلیون حالا 6 میلیون 15 میلیون میدید بابت خرید ساعت از دست میدید، نگران نباشید چون به مرور بهتون برمیگرده و مخصوصا این ساعت‌های آخر واقعا خیلی به صرفه است. به ترتیب تهیه بکنید تا برسید به ساعت آخر. اینجا ما دو تا بخش دیگه داریم، بخش کلاک، بخش اسیستنت و بخش بوست.
بخش اسیستنت و بخش بوست رو من توی ویدیوی دیگه توضیح بهتون میدم. این بخشا به صورت کلی برای اینکه شما بیشتر بتونید استخراج بکنید، به صورت خودکار استخراج بکنید و درآمدتون رو افزایش بدید. توی ویدیوی بعدی بیشتر راجع بهش توضیح میدم که خیلی این ویدیو طولانی نشه. بخش بعدی ما داریم بخش تاسک اسمشه. میریم به بخش تاسک. همونطوری که می‌بینید الان من اینجا یه سری تاسک‌ها رو قبلا انجام دادم و پاداشش رو دریافت کردم. از کجا میفهمم چه تاسکی انجام دادم؟ میام به بخش کامپلت. بخش کامپلت که میام اینجا میبینم من این تاسکا رو انجام دادم و جلوش تیک خورده، من پاداش اینا رو دریافت کردم. پاداششون چقدر بوده؟ مقدارش رو زیرش نوشته. توی بخش اکتیو هم تاسکایی که ما داریم الان بابت انجام دادن تک تک این تاسکا اون مقداری که هست و زیرش نوشته این مقدار به ما میده. مثلا اونایی که الان نوشته پلی مثلا آیس فارم یا پلی لود کوینز، اینا یه ربات، شما استارت میزنین اون ربات یکم باش کار میکنین و بعد برمیگردین به تایم فارم. ممکنه این در حال چرخش باشه. اگه در حال چرخش یعنی سیستم داره اینو بررسی میکنه و ممکنه طول بکشه تا تایید بشه. اینم طبیعیه، ممکنه 1 2 روز 3 روز طول بکشه. اگه گزینه کلیم جلوش اومد یعنی شما میتونید اینو همونطوری که الان بزنید و 100,000 تا به موجودیتون اضافه بشه. اون بالا براتون مینویسه. این که الان مثلا نوشته لاگین آن استیم، من اینو قبلا اوکیش کردم، لاگین کردم و الان میزنم روی کلیم و پاداشش رو میگیرم. 100,000 تا بود و تک تک اینا رو میگم. شما با استارت زدنش میتونید تسک رو انجام بدید. پلی سیمپل تاب هم قبلا من روش زده بودم و در حال چرخشه تا اینکه سیستم تاییدش بکنه و میگم از اینجا شما میتونید مقدار پاداشی که دارید و افزایش بدید. بخش بعدی که ما داریم بخش فرندز هست یا همون زیر مجموعه‌ای که ما داریم. برای اینکه شما بتونید لینک زیر مجموعه‌تون رو برای بقیه بفرستید باید روی اینوایت ا فرندز بزنید و اینجا میتونید حالا سند تلگرام رو بزنید که مستقیم برای اون شخص ارسال بکنید یا کپی لینک رو بزنید تا اون لینک کپی بشه و برید حالا توی پی وی اون شخصی که میخواید زیر مجموعه‌تون بشه واسش ارسال کنید، اونجا بفرستید و اینجا به زیر مجموعه‌تون اضافه میشه اگه روی لینکتون بزنه و پروژه رو باز بکنه. همونطوری که می‌بینید من اینجا یه زیر مجموعه داشتم به اسم حالا ساموئل و 93200 از این زیر مجموعه به من رسیده. چرا؟ چون که فعالیت داشته، استخراج کرده، ارتقا داده و مقداری از پاداشی که حالا به اون میرسه به منم اینجا میرسه. غیر از اون حتی اگه فعالیتی نکنه و فقط زیر مجموعه بشه، فقط وارد پروژه بشه از سمت لینک من، طرف لینک من، اینجا باز یه پاداشی به من تعلق میگیره و این پاداش اون بالا واسه شما نمایش داده میشه. شما با زدن گزینه کلیم میتونید اون پاداش رو دریافت بکنید و اگه زدید روی کلیم کار نکرد، فعال نشد، بخاطر اینکه اینترنتتون یا وی پی انتون ضعیفه، هر کدوم از بخشای ربات اگه براتون کار نمیکنه یا عمل میکنه به خاطر مشکل اینترنت یا همون فیلتر شکنتونه، شما میتونید با زیر مجموعه گرفتن همونطور که می‌بینید اون بالا نوشته 20% از پاداش زیر مجموعه بخش اولتون رو دریافت کنید. از زیر مجموعه بخش دوم که اینجا میشه همونطور که می‌بینید الان زیر مجموعه من زیر مجموعه‌ای نداره خودش، اگه داشته باشه 10% هم از اون به من میرسه و همینجوری 5%، 2.5، 1.5 و این بخش بندی میشه میره تا پایین. و یکی از بهترین راه‌های افزایش درآمد داخل تایم فارم دقیقاً همین بخش رفرال گیری، زیر مجموعه گیریشه که شما هر چقدر فرند بیشتری داشته باشین، زیر مجموعه بیشتری داشته باشین، اگه فعالیتشون هم زیاد باشه پاداش خیلی زیادی به شما تعلق میگیره. بخش بعدی بخش اکتیویتی هستش. اینجا ما یه لیدربورد هفتگی داریم، یه لیدربوردی که هر چقدر اون افراد بتونن در هفته زیر مجموعه بیشتری جمع بکنن، اضافه بکنن، اینجا یه پاداشی بهشون تعلق میگیره که حالا توی این بخش، توی این بنر توضیحات بیشترش داده شده و اینکه لیست برندگان هر هفته داخل کانال گذاشته میشه، توضیحاتش گذاشته میشه. همونطوری که می‌بینید الان این لیست تعدادشون زیادن دیگه، 30 نفر افراد بودن که نفر اولشون 3549 نفر اضافه کرده، زیر مجموعه اضافه کرده و در آخر حالا اون پاداشی که نوشته شده اون بالا بهش تعلق میگیره. بخش بعدی بخش ارن هستش. تو بخش ارن ما فعلا 3 تا قسمت داریم، حالا ممکنه این بعداً بیشتر هم بشه. تا اینجای ویدیو حالا فعلا ما 3 تا بخشی که داریم رو توضیح میدیم. بخش استیکینگ یه بخش برای سرمایه گذاریه، برای کسب سوده. حالا من اینو روش بزنم که واضح‌تر متوجه بشین. 10,000 تا توکن گذاشتم، طی مدت 3 روز 3% به من تعلق میگیره، یعنی از اون 10,000 تا 3% چقدر میشه حساب بکنید، به اون اضافه میشه به اون 10,000 تا شما و بعد 3 روز زمانی که تاریخش تموم شد یه گزینه‌ای واسه شما میاد تو این بخش کلیم روشن میشه و شما میتونید بزنید اون میزان پولی که گذاشتین رو همراه با سودش به صورت کلی دریافت بکنید. روی کلیم میزنید و دریافت میکنه اون پولو. شما توکناتون رو از دست نمیدین در اصل، یعنی اون مقدار پولی که دارین رو میذارین همراه با سودش، بعد از اون مقدار زمانی که مشخص کردین برداشت میکنید. حالا ما یکی رو انجام میدیم، یه استیک میکنیم، حالا به زبون انگلیسی میشه همون استیک کردن یا هولد کردن. ما اینجا استارت استیکینگ رو میزنیم و اینجا بالفرض حالا 3 روزه داره 3% سود میده، 15 روزه 10% سود میده، 45 روزه 35%. اگه شما از اون افرادی هستید که خیلی به ربات سر میزنید، ترجیحاً سعی کنید هی استیک 3 روزه رو تکرار بکنید. چرا؟ چون سودش به مرور زمان از 45 روزه و 15 روزه بیشتره. چرا؟ چون که شما هی 3 روزه یه بار سر میزنید، برداشت میکنید، دوباره این کارو تکرار میکنید و اگه حساب بکنید نسبت به 45 روزه سودش بیشتره. 15 روزه 45 روزه واسه افرادی که دیر به دیر سر میزنن به پروژه و خیلی وقت نمیکنن که کلیم بکنن دوباره استیک بکنن. اونجا 3 روزه میذاریم با سود 3%، کانتینیو رو میزنیم، میگه مقدار توکنی که میخوای استیک کنی، قفل کنی برای این مدت زمانو
برای ما مشخص کن. ما اینجا میتونیم تعیین کنیم 25% از توکنی که داریم باشه، 50%، 75% یا کل اون مقدار پولی که داریم. من اینجا 50% انتخاب میکنم، یا حالا مثلا یه عدد روند اینجا میزنم این مقدار 100,000 تا و کانتینیو رو میزنم. داره به من میگه که سود شما 100,000 تا میذاری، بعد 3 روز 3% میشه 3,000 تا. یعنی من بعد 3 روز میتونم 103,000 تا توکن برداشت بکنم، 100,000 تا خودم علاوه 3,000 تا پاداشی که در ازای نگه داشتن و قفل کردن این توکنم به دست میارم. روی استیک میزنم و اینجا داره به من میگه که الان توی صفحه‌ای که میاد تاریخ 19 یعنی 3 روز دیگه من میتونم این گزینه‌ای که حالا اینجا میبینید کلیم خاموشه روی کلیمه بزنم و برداشتش بکنم همراه با اون پاداشی که به دست آوردم. اینم بگم که فعلا محدودیتی که داره این که شما بیشتر از 3 بار نمیتونید استیک بکنید و نه اینکه 3 روزه باشه، حتما شما میتونید 3 تا استیک بکنید، 3 روزه، 15 روزه، 45 روزه یا مثلا 3 تا 45 روزه، ولی بیشتر 3 بار نمیشه تا زمانی که یکی از اون استیک ها تموم بشه و کلیم بکنید دوباره یکی دیگه جایگزینش بکنید. بخش دوم بخش اوراکل اف تایم یا سوال روزانه است. اینجا شما هر روز هر 24 ساعت یه بار که ساعت 3:30 صبح به ساعت ما ریست میشه و اینجا یه جوابی که داره ما باید به این سوال یه جواب بدیم. تاریخش عوض میشه، یعنی شما الان من یه تاریخی وارد میکنم الان واسه امروزه، فردا اگه این تاریخو بخواید وارد بکنید بسته به اون سوال دیگه تغییر کرده و شما فقط میتونید به اون سوال جدید جواب جدید بدید بسته به اون تاریخی که براش تعیین شده. الان اینجا یه سوال از ما کرده و جوابش میشه 6 اکتبر 2014 که میگم برای امروزه. حالا شما برای اینکه بتونید جواب بدید میاد و روی این جای خالی میزنید یا حالا روی این تقویم میزنید و تقویم شما باز میشه که حالا نسبت به گوشی که دارید اون تقویم ممکنه برای شما متفاوت باشه. تاریخی که اینجا الان من باید وارد کنم 6 اکتبر 2014 هستش. من اینجا الان اون بالا روی 2024 میزنم و اینو تنظیم میکنم روی 2014 و 6 اکتبر. 6 اکتبر رو که تنظیم کردم اینجا روی ست میزنم و همونطور که میبینید الان جواب اینجا نوشته میشه و بابت جواب دادن به این سوال روزانه کلا ما پاداش 100,000 توکن دریافت میکنیم. روی چک دیت میزنید و چک میکنه که ببینه سوالتون اون جوابش درسته یا نه. اگه درست باشه یه پیام تبریک به شما میگه و مینویسه کانگرچولیشن و شما اینجا روی کلیم 100,000 توکن میزنید و اون 100,000 توکن رو دریافت میکنید، به میزان موجودیتون اضافه میشه. حالا اگه شما دوباره داخل همین صفحه روی اوراکل اف تایم بزنید اینجا به شما میگه که فردا دوباره مراجعه بکنید تا به سوال جدید پاسخ بدید و فعلا به سوال امروز پاسخ دادیم. بخش آخرم بخش استوره که بهتون گفتم داخل ویدیوی بعدی بهتون توضیح میدم که این بخش به چه کاری میاد چون یکم جزئیات داره. بخش بعدی بخش ولته. تو بخش ولت شما میتونین کیف پول تون کیپرتون، کیف پول مای تون ولت یا کیف پول تون هاب اینجا بهش متصل بکنید برای زمانی که هر وقت توکن لیست شد خواستید انتقال بدین، یا اینکه ما اینجا یه تسکی داریم اینجا نوشته کانکت تون ولت، بابت این 250,000 تا توکن به شما میده. شما میتونید بیاد اینجا روی کانکت یور تون ولت بزنید و کیف پولتون رو وصل بکنید حداقل فعلا تا بتونید اون پاداش رو دریافت بکنید. اینجا روی کانکت ولت میزنین، اثر انگشتتون رو میزنین، بعد از اینکه تایید شد برمیگرده به خود تلگرام. همونطوری که می‌بینید بعد اینکه برگشت آدرس کیف پول شما رو اینجا میزنه و شما میتونید با زدن این ضربه اتصالش رو قطع بکنین و فعلا اینجا نشون میده که کیف پولتون متصله و میاد داخل بخش تسکا روی استارت این تسک میزنین، چک میکنه. بعد اینکه سیستم تاییدش کرد 250,000 تا رو شما با زدن گزینه کلیم میتونید پاداشش رو دریافت کنید. اینم خلاصه ای از اینکه چطوری شما با ربات کار بکنین. اگه سوالی چیزی داشتین میتونید توی کامنت همین پست بنویسین، چه من حالا چه ادمینای دیگه بهش پاسخ میدن و اینکه به مرور ربات بالاخره آپدیت هایی میده که ما داخل همین کانال واسهتون میذاریم. خیلی ممنون که با ما همراه بودین. فعلا